اعوذ بالله من شر الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان گلم سلام، وقتتون بخیر. دوستان گلم ببینید کلیپ قبلا واسهتون گذاشتم و راجع به چشم زخم بهتون گفتم. یه روش دیگه میخوام بهتون یاد بدم برای ایمنی از شر چشم زخم. یک کاغذ سفید بدون خط برمی‌دارید، بعد از اذان صبح یا قبل از اذان صبح، اگه بشه بعد از اذان صبح که بهتره، مثلا توی بین الطلوعین باشه، با وضو و طهارت رو به قبله میشینید روی این کاغذ سفید. اگر تونستید با قلم روحانی بنویسید. قلم روحانی چیه؟ زعفران و مشک. اگر براتون سخت بود از خودکار نارنجی یا از خودکار زرد یا از خودکار سبز استفاده کنید. ببینید یه شمع روشن میکنید رو به قبله با طهارت. اگر شمع روشن نکردید اشکال نداره، یا اگر بخور نذاشتید اشکالی نداره، اما بهتره اگر تونستید انجام بدید بهتره. یه شمع روشن میکنید و میتونید از بخور کندر استفاده بکنید. روی زغال بخور کندر رو میذارید روی زغال و شروع میکنید به نوشتن سوره مبارکه ناس و فلق رو شروع میکنید به نوشتن. حتما بنویسید اعوذ بالله من شر الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بعد بنویسید. بعد از اینکه نوشتید برگه سفیدی که نوشتید روی بخور نگه دارید به این صورت، مثل این برگه که من دستمالی که نگه میدارم به همین صورت. همینجوری که نگه میدارید بچه‌ها روش صلوات بفرستید. این باعث استحکام این سوره مبارکه میشه، یعنی سوره استحکام داره، باعث قدرت گرفتن اون نیتی که شما دارید میشه. فرض کنید این رو نوشتید، چه کارش میکنید؟ میذارید لای قرآن، یک روز میذارید داخل قرآن، یعنی تا فردا موقع اذان صبح که شد این رو بذارید داخل قرآن. بعد از یک روز اینو بردارید، یه بشقاب یا یک ظرفی بذارید داخل ظرف. یه مقدار نون، از همین نون خشک، نونی که تا سفره میمونه، یه مقدار بگیرید ریز کنید یا بکوبید بریزید روی این، بذارید یک روز توی یک اتاق باشه. بعد از یک روز این رو بردارید و نونهاشو بریزید جلوی لونه مورچه یا یه جا بذارید پرنده ها ازش استفاده بکنن. بعد بگیرید تا بکنید، همراهتون داشته باشید. اگه بازوبند دارید بذارید داخل بازوبندتون، اگر ندارید بذارید توی کیفتون، همیشه همراهتون باشه. این روش هم بهتون کمک میکنه برای جلوگیری از چشم زخم. خیلی ممنونم که کلیپ رو نگاه کردید، وقت گذاشتید. بابت این وقت گذاریتون ازتون ممنونم و امیدوارم که به دردتون بخوره. چیزی تونسته باشم گفته باشم که به دردتون بخوره و انشالله به امید خدا استفاده کرده باشید.